درود بر شما. خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از سری ویدیوهای ماشین‌های الکتریکی. تو این ویدیو میخوام نحوه بستن مدار بیباری و بارداری ترانس رو روی دستگاه شما آموزش بدم. قبل از شروع ویدیو خوشحال میشم با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید. هر سوالی هم در رابطه با این آموزش داشتید زیر همین ویدیو کامنت کنید. مطمئن باشید همه کامنت ها رو میخونم و به سوالاتتون پاسخ میدم. خب قبل از بستن مدار اجازه بدید که یک توضیح خیلی کوتاه در مورد عملکرد ترانس بدم. ببینید، با اعمال جریان متناوب به سیمپیچ اولیه، میدان مغناطیسی از طریق هسته با سیمپیچ ثانویه برخورد میکنه و باعث القای ولتاژ در اون میشه. خب مداری که ما میخوایم ببندیم به این شکل هست. این شماتیکش ما یه ولتاژ از اینجا میدیم به سیمپیچ اولیه ترانسمون. فعلا با سه فاز کاری نداریم، تک فاز داریم کار میکنیم. یه نول هم میدیم به سر دیگه سیمپیچ. خب حالا از ما خواسته که یه ولت متر بذاریم توی سیمپیچ ثانویه، یعنی تو این دوتا بخش. یه ولت متر هم اینجا به این صورت میذاریم و یه ولت متر هم توی سیمپیچ اولیه قرار داده که به همین صورت اینجا موازی میشه و یه آمپرمتر هم از ما خواسته که میتونیم با یکی از این دوتا سیم ها سری بکنیم. این تا اینجا این مدار. همینطور که میبینید یک وات متر هم اینجا برای ما تعریف شد. اجازه بدید من اول یک نمای دقیق از وات متر به شما نشون بدم. به این صورت هستش. 4 تا پورت داره. 2 تا پورتش برای بخش پاور سورس هست و 2 تا بخشش بخش لود هست. خب ما اگه این وات متر رو بخوایم بذاریم داخل مدار به این صورت هست که این دو سیمی که از ولتاژ اومده به سیمپیچ اولیه، این دوتا مستقیم وصل میشن به این دوتا پورت، یعنی بخش پاور سورس. بعد از خروجیش که میشه بخش لود، دوتا سیم میگیریم میدیم به دو سر سیمپیچ اولیه ترانس. حالا وقتی که ما این وات متر رو بیاریم توی مدار دیگه نیازی به این آمپرمتر و این ولت متر نداریم. چرا؟ چون که این وات متر خودش بر ما هر سه تا کار رو انجام میده. چجوری؟ یه دکمه داره اینجا به اسم فانکشن. وقتی که این دکمه رو ما بزنیم رو سه حالت سویچ میشه. یه دونه آمپرمتر، یه دونه ولت متر، یه دونه وات متر. این تا اینجاش به این صورت. این مدار بیباری ما بود. هدف از این آزمایش چی است؟ این آزمایش رو برای محاسبه تلفات آهنی انجام میدیم. آزمایش به این صورت هست که ولتاژ رو تا مقدار نامی افزایش میدیم تا بتونیم مقدار تلفات رو اندازه‌گیری کنیم. توانی که توی ولتاژ نامی ما مشاهده میکنیم تلفات آهنی ترانس هستش. مثلا فهمیدیم که چجوری وات متر رو وارد مدار بکنیم. خب برای آزمایش بارداری، حالا من این وات متر رو حذف بکنم. برای آزمایش بارداری ما 3 نوع بار داریم برای آزمایش. یه دونه بار مقاومتی است، یه دونه بار سلفی است و یه دونه بار خازنی. روش نصب این 3 نوع بار به ترانس کاملا شبیه هم است، یعنی نصب و راه اندازیشون شبیه همه.
ولی عملکرد این ستا اصلا شبیه هم نیست، با هم دیگه تفاوت دارن. خب برای شروع ما رنگ سیم رو عوض میکنیم به این صورت. بارها رو با هم دیگه سری میکنیم. این باری که من دارم الان وصل میکنم بار خازنی هستش به این صورت. حالا از دو سر ثانویه ترانس سیم میدیم به دو سر بار خازنی به این صورت. تمام این بارها به همین شکل وصل میشه و آزمایش میشه. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر خدا یار و نگهدارتون.